کلیپ ساده و زیبا درباره 4 سنگ با ارزش: آکومارین، تانزانیت، سافایر، اپال اتیوپی. آکومارین این سنگ آبی دریاست که تو قرن 18 ملوان‌ها همراهشون می‌بردن تا طوفان نبینن. رنگش از آهن داخلش میاد، ولی آنقدر پاکه که انگار یه تیکه آسمون یخزده رو تراشیدن و گذاشتن تو دستت. اپال اتیوپی به این میگن کهکشان تو جیب. وقتی نور میخوره سبز و نارنجی و صورتی و بنفش همزمان میرقصن. این اپال اتیوپی تو آب شفافتر هم میشه، انگار داره نفس میکشه. هیچ دوتاش تو دنیا. تانزانیت این سنگ فقط توی نقطه 4 کیلومتری زمین پیدا میشه، اونم نزدیک کوه کلیمانجارو. وقتی میچرخونیش یهو از آبی یخی میشه بنفش جادویی، یعنی 1000 برابر نادرتر از الماسه. تا 20 سال دیگه هم تموم میشه. سافایر یعنی پادشاه سنگ‌های آبی، همون چیزی که انگشتر پرنسس دایانا و کیت میدلتون دارن. سخت‌تر از هر چیزی جز الماسه و رنگ آبیش وقتی نور میخوره انگار یه کهکشان کوچیک